آخوند قزوینی و قطع و برید کردن سخنان امام صفدی در مورد گنجی. اون آقایان یا مخاطبین شما که میگن بله در شبکه فلان و فلانی داره همینطور مثل آب خوردن دروغ میگه، واقعا مردانگی دارید، شهامت دارید، وجدان دارید، انصاف دارید، یک دوتا از دروغ های ما را بیارید روی ماهواره هاتون اعلام کنید بله فلانی این رو گفته در صحیح بخاری خلاف این هست، فلانی این رو گفته در صحیح مسلم خلاف این هست. یک مورد برای مردم نشان بدید، ما نمیگیم هزاران مورد. امام صفدی در کتاب خود الوافی بالوفیات به شرح حال شخصی به نام گنجی می پردازد که رافضی بوده و آخوند قزوینی برای اینکه این شخص را سنی جلوه دهد قسمتی از سخنان امام صفدی را نقل نموده و دنباله‌اش را قطع می کند. بزرگان دیگری از آقایان اهل سنت مثلا جناب حافظ گنجی متوفای 658 هجریه از اعیان قرن هفتم هست. ایشون هم باز همون تعبیر را که شیخ مفید داشته اینها که ولد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب به مکه فی بیت الله الحرام لیلة الجمعه تا اون جایی که میگه لم یولد قبله ولا بعده مولود فی بیت الله الحرام، نه قبل از علی نه بعد از علی کسی در داخل بیت الله الحرام متولد نشده. این هم به خاطر اینکه خدای عالم خواسته به علی بن ابی طالب کرم کنه، یعنی به تعبیر امروزی ها به خاطر گرامی داشته جایگاه علی بن ابی طالب و تجلیل از مقام والای علی بن ابی طالب هست. در کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب صفحه 407 باب هفتم در مولد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، و کتابم در ایران چاپ نشده، در بیروت دار احیاء تراث اهل البیت برای شما عرض کنم سال 1404 هجری قمری این کتاب چاپ شده. و دیگه به قول و از نظر چیزم که آقایان اهل سنت هم نسبت به گنجی نظر مثبت دارن. مثلا جناب صفدی صاحب کتاب الوافی بالوفیات، صفدی متوفای 764 هجریه، ایشون وقتی به گنجی شافعی میرسه میگه الفخر الگنجی محمد ابن یوسف کان اماما محدثا، هم امام بود هم محدث بوده. معمولا آقایان اهل سنت به هر کسی نمیان بگن امام، ولی نسبت به ایشون این تعبیر هست که کان اماما محدثا. الوافی بالوفیات را آقایان مراجعه بفرمایند، جلد 5 صفحه 148 تحقیق احمد الارناؤوط برای شما عرض کنم، نشر دار احیاء تراث بیروت سال 1420 هجری قمری و سال 2000 میلادی. و اما قول صفدی در الوافی بالوفیات: الفخر الكنجي محمد بن يوسف ابن محمد الفخر الكنجي نزيل دمشق، عني بالحديث وسمع ورحل وحصل، كان إماما محدثا لكنه كان يميل إلى الرفض، جمع كتبا في التشيع. فخر گنجی محمد ابن یوسف ابن محمد ابن فخر گنجی ساکن دمشق به علم حدیث عنایت داشت و حدیث میشنید و سفر میکرد و امام محدثی بود که میل به روافض داشت و کتابهایی در بیان عقاید شیعه نوشته است. این واقعا جا داره که یک نفر بیاد تو این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه و دروغ اینجوری میگه، اینطور دروغ، اینطور تزویر، اف بر این شرف، ای اف بر این وجدان، لعنت بر این وجدان.